بسم الله الرحمن الرحیم. طور زندگی کنید که گویا فردا میمیرید و طور یاد بگیرید که گویا همیشه زنده هستید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هموطنان خوب و مهربانم، چطور هستین؟ امیدوار هستم در هر جای این کره خاکی، بالخصوص در جغرافی به نام افغانستان زندگی میکنین، لباس عافیت و عفت بر تن داشته باشین. شما بیننده برنامه ابتکار از دریچه معارف هستین. من امین سلطانی با همراهی جمع از همکاران ما آمدیم تا داشته های برنامه را یک جا تقدیمتان بکنیم. عزیزان، ابتکار یعنی دریچه رشد و شکوفایی جوانان. اگر شما هم ابتکار دارین، نوآوری دارین، شماره واتساپ برنامه ما در روی اسکرین تلویزیون شما ظاهر شده، پیام بگذارین. فعال در خدمت شما است. همکاران خوب و محض شما را در اسرع وقت جزء از برنامه ابتکار می‌سازه. بیاین یک روز پر از خاطره را اینجا در استودیو با ما داشته باشین. من هم چشم برای شما هستم. حالا هم در برنامه ما تنها نیستم، چی مهمان عزیز گرامی را دعوت کردیم، جناب استاد رحمت شاه نور. میریم و بیشتر همراهشان معرفی میشیم، از مصروفیت هایشان بیشتر میپرسیم و از همو اختراعاتشان میپرسیم. قبل از این که از اختراعشان صحبت بکنیم، همراهشان خوب است که یک معرفی شبه. جناب استاد سلام، وقتتان بخیر، بسیار خوش آمدید. سلام به شما و به کسایی که از طریق پیدای تلویزیون ما را بیننده هستند. امید که خوب و صحتمند باشین. بسیار زیاد تشکر، خوشحال هستم که امروز شما را در برنامه دارم. چطور میگذره زندگی، روزگار، مصروفیت ها؟ زندگی طبق معمول پیش میره، چه بخوایم چه نخوایم پیش میره. بدون شک ماستیم که تعیین میکنیم چی گونه بگذره. گاهی اوقات بعضی انسان‌ها هست که زندگی را به خود سخت میگیره یا چالش هایی که در سر راهشان میآید ایرا زیاد سخت میسازه. به نظر شما ما با خود این مشکلات مبارزه بکنیم یا تسلیم شویم؟ تسلیم شدن به نظر شخصی ما کار درست نیست، به خاطر از اینکه یک دانشمند است به نام توماس ادیسون، این 999 بار شکست میخوره. دفعه بار هزارم میگه که ما شکست نخوردیم، بلکه ما فهمیدیم که توسط 999 طریقه برق ساخته نمیشه. این وجودی که شکست رو میخوره خودش خود تلقین میکنه. به نظر ما باید تلقینش خوبتر است. بسیار خوب، یعنی تلاش بکنیم. بله، شکست قبول نکنیم. تلاش بکنیم. بسیار خوب. خودتان چقدر سخت کوش هستین جناب استاد؟ از دورانی که یادم می از 3 ساله بودم که کوشش میکردم زیاد در هر عرصه که بود. اولین بار که خودم دست راست خودش شناختم، مادرم علیه متعال خیر بتش. آمین. از او زمان مرا عادت میداد به سخت کوشی. یک کتاب انگلیسی بود، ABC درس میداد برم و از اون دوران ما فهمیدم که سخت کوشی حتما یک نتیجه داره. بدون شک یک مقوله است میگه نابرده رنج گنج میسر نمیشه، بعد مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. شما هم با مو تلاشی که کردین، با مو پشتکاری که داشتین، امروزه به این جایگاهی رسیدین. چطور وارد این مسلک میخانیکی شدین، وارد میخانیک برق؟ بر ما بگوین از چه چالش‌هایی عبور کردین در هر ابعاد زندگی. زمانی که ما میخوایم در یک جای برسیم، خب طبعا چالش‌هایی هست که در سر راه ما. چطور مبارزه کردین؟ چطور به این جایگاه رسیدین؟ ما میخوایم بیشتر بفهمیم. از زمان طفولیت زیادتر با موترکای کوچک سامانه بازی طفلک می باشه. معمولا تفنگچه را دوست نداشتم، ولی طفلای زمان تفنگچه زیاد دوست دارن. البته این تاثیرات منفی میدیاست که بالای اطفال گذاشته، تفنگچه بازی. من شخصا زیادتر علاقه به موترک داشتم. موترک ریموتکی داشتم در سال 2000، فکر میکنم سال 2001 2002 بود. بسیار خوب. کاکای کلانم برام خریده بود و اینا ما مشکل پیدا کردم. اینا ما خودم واس کردم، پس دوباره بس کردن نتونستم. امو وقت فکر کردم، ما گفتم باید ما یک کار بکنم که تا این جور کرده بتونم. از اون دوران خودم خود تشویق کردم که ما باید برق در هر مسلک برق نیاز است، باید برق بفهمیم. بسیار خوب. حالا دمی 24 ساعتی که ما میگذرانیم، طبعا برق خیلی مهم است. حالا ما شما که برنامه را در برنامه هستیم، هم توسط برق است دیگه. در هر بخش زندگی برق خیلی مهم است. شما که در رأسش هستین، یک کسی که خود
انجینر برق میگیره، میگه من انجینر برق هستم، معمولا چی باید بکنه؟ چی ویژگی باید داشته باشه؟ چی چیزها نیاز است، اما نیازهای ابتدایی یک برقی؟ رشته برق یک رشته بسیار پیچیده و بسیار کلان است. هر رشته برقی که مثلا چه الکترومکانیک است، چه الکترونیکس است، چه تامین برق است، هر رشته از این بسیار فاکولته از دیگر کشورهای خارج و کسی که برقی بسیار مشکل است که یک کس خود برقی بگه یا الکتریکال انجینیر بگه یا انجینر برق. ولی به نظر شخصی بنده من یک کس را برقی گفتن نمیتونم، خیلی خیلی مشکل است که یک کس برقی شو، یعنی یک تمام عرصه‌های برق بدانه. کاکای کلانم انجینر ماستر انجینر برق است. ماشاءالله بسیار در هر بخش برق دسترسی داره و حاکم است. چی در بخش الکترونیکس است، چی در بخش تامین برق و جای مختلف هم کار کرد، دیسپچینگ مرکزی کار کرده، جای مختلف پای مختلف دولتی کار کرده. ولی خودش خود برقی نمیگیره. ولی مشخصات ابتدایی یک انجینر برق اول مو اخلاق کاریش است، دوم مو بهتر از بگویم اسلحه‌اش است. اسلحه انجینر برق میگر برق است. میگر یک وسیله است یا مولتی میتر یک وسیله است که ولتاژ برق، جریان برق و مقدار مقاومت برقی را تشخیص میکنه و شناسایی میکنه. یعنی بدون این وسیله یک انجینر برق ما میتونیم که بگوییم ناقص است، یعنی یک عسکر است که بدون سلاح به جنگ رفته. بسیار خوب. حالا شما وارد تکنیک برق که شدین، من دوست دارم بفهمم چی ویژگی داره امی تکنیک برق که شما وارد شدین که دیگرها هم علاقه‌مند شوه؟ من میخوایم بفهمم امو اصلی ترین ویژگی هایش اگر برای ما بگوین. انجینری برق چند ویژگی خاص داره که اولی که یک ساحه کاربردی بسیار وسیع داره. بسیار خوب. مثلا در ریاست برشنا در افغانستان شما هستیم. ریاست برشنا اگر مثلا یک کسی که انجینری برق میخونه میتونه راحت در ریاست برشنا کار بکنه. دوم مسئله بخش وایرینگ ساختمان و وایرینگ بیلدینگ ها است. ما اگر انجینری برق میخوانیم ما میتونیم به سادگی وایرینگ بکنیم. سوم وایرینگ موتورها است. وایرینگ موتورهای مختلفی که تازه در بازار وارد شده. مسئله بعدیش در خانه یک وسیله خراب میشه، اتو خراب میشه، جوری برقی خراب میشه، یخچال خراب میشه، کلش کار برق است. بسیار خوب. یعنی کلا سر کار شما با مو برق است دیگه، ویژگی هایش هم که شما گفتین. در هر بخش زندگی، حالا اگر ما بخوایم یک استاد شویم، اگر بخوایم یک رئیس شویم، اگر بخوایم یک وکیل، وزیر، حالا هر چیزی که ما میخوایم شویم، طبعا به هدف گذاری نیاز داریم. تعیین هدف چقدر میتونه در زندگی ما نقش مهم را داشته باشه و شما چقدر هدفمند بودین در زندگی خودتان؟ آقای سلیمانی پیش از اینکه در مورد تعیین هدف بگویم، هدف خودش چند مشخصه داره. بسیار خوب. شاید درست نباشه که کلمات انگلیسی استفاده کنم، ولی ما هم قسم خواندیم که هدف باید اسمارت باشه. یعنی اسمارت یک اکرونیم است که SMART. بله. اسش اسپسیفیک باشه، یعنی مشخص باشه. هدف ما که تعیین میکنیم باید مشخص باشه. نامشخص ما نمیتونیم هدف رو نامگذاری بکنیم. امش میجربل باشه، یعنی که قابلیت اندازه‌گیری داشته باشه، ما بتونیم کار اندازه‌گیری بکنیم. و ایش اچیویبل باشه، یعنی قابلیت دسترسی داشته باشه. به این مفهوم آل جوانه امروزه باز کسار میبینیم، اکثریت کسار ما میبینیم که میگم من میتونم که نمره 100 توفل در 4 ماه بگیرم. نمره 100 توفل در 4 ماه بگیرم. میگم من میتونم. خودش یک اعتماد به نفس کاذب داره که این اچیویبل نیست. دسترسی نمیتونه که در 4 ماه یک شخص هر چقدر کوشش بکنه به اون سطح برسه. توفل 100 نمره کسی که میگیره حداقل باید روزانه 4 ساعت کار بکنه، تمرین بکنه و 2 سال باید بخونه تا که نمره 100 بگیره. 100 B2 یعنی 80 85 نمره داشته باشه که بخواد به 100 برسه. 2 سال کار است، روزانه 4 ساعت. این شخصی که میگه که ما در 4 ماه یا 6 ماه ما 100 نمره توفل ما اطمینان دارم سر خود که میگیرم، این اچیویبل نیست. دسترسی نمیتونه برای داشته. پس این هدف نیست.
مورد خیال میگیم. هدف باید پشت و کار داشته باشه، هدف باید برنامه ریزی داشته باشه، طرح ریزی داشته باشه، قدم به قدم عمل بکنیم و در پولیش پلان وقت طرح ریزی کردیم پلانای دیگه هم باشه، نیست پلان دومی سیومی و شموره اشتاپ نمیگیم. بسیار خوب جناب استاد. عزیزان بیننده، چقدر خوب است که ما در زندگی خود هدف داشته باشیم، هدفمند باشیم. این هدف است که ما را میتونه به قله‌های بلند برسانه. جناب استاد، شما که در انستیتوت تکنولوژی افغان استاد هستین، حالا استاد برق هم هستین، یک استاد خوب چی ویژگی باید داشته باشه که بتونه امو درسی که برای شاگردان ارائه میکنه بتونه خوب در ذهنشان جاگزین شوه، خوب بتونه که برای شاگردا افهام و تفهیم بکنه؟ چی ویژگی را باید داشته باشه از نظر شما؟ استاد خوب باید چند ویژگی داشته باشه که متمایز شود از دیگران تا اینکه یک الگوی مناسب به شاگردش باشه. مشخصی اول استاد خود پابند بودن استاد است. اخلاق کاریش بسیار مهم است. پابند بودن استاد به تایمش است. خود شیوهی که استفاده میکنه بسیار مهم است. شیوه تدریس هدف است و درک مسئله از جانب مقابل داشته باشه که مسئله یا شاگردایش است. اما ما یک مقوله داریم میگه استاد باید 80% از شاگردای خود معلوماتش باید زیاد باشه، حالا در هر بخشی که هست. ما در پانتون وقتی که پداگوژی یا اصول تربیت ما میخواندیم، یک سمستر یا دو سمستر ما تمام ویژگی را تمام یک سال یک تحقیق میدانی کردم. تمام استادای خود ارزیابی میکردیم که کدام استاد کدام بخش نکات قوی داره و کدام نکات ضعف داره. این نکات قوی را و نکات ضعف ما یادداشت کردم، 2 لیبل کردم و از او خاصیتایی که مثبت بود ما یادداشت کرده بودم استفاده کردم. مثلا استاد از بادی لنگویج استفاده میکنه، از دست صدای از تون صدا استفاده میکنه، تون صدا باید بالا و پایین بره. از مدیریت صنف که مثلا استاد نباید چوکی بشینه. از نظر شخصی بنده من یادم نمیاد که یگان بار اگر گفته نشد اگر 6 تا باشم، ولی یادم نمیاد که چوکی 6 تا باشم. مدیریت صنف بسیار توصیه دارم. مثلا ام خورد است و بچه‌ام خدا از مکه کلان هستن، باز کسایشون با سیر ما باشون همسنم است، یعنی من همسن از او هستم. باید شیوهی را پیش بگیرم که تاثیرگذاری زیادتر داشته باشم. و دیگه ای که اینمی که علمیت استاد خیلی مهم است که در موضوعی که میخواید لکچر بده باید حاکمیت کامل داشته باشد، موردش علمیت حاصل داشته باشد و از میتودهای مختلف استفاده کنه، زیادتر شاگرد سهم بده و از هم مهمتر شاگرد محوری، از هم مهمتر شاگرد سهم فعال بده، چی در عرصه اعتماد به نفس، چی در عرصه سیمینارایش، در هر عرصه‌ای که می باشه شاگرد زیادتر دخیل بسازه. بسیار خوب. یعنی با گفته های شما که یک استاد باید قاطعیت رفتار بکنه. ما چند مدل گفتاری داریم که پرخاشگر است، حالا مدلای چندین مدل است که فعلا از زور ذهن ما رفته، اما به نظر من مهمش قاطعیت است که ما قاطعیت رفتار بکنیم. خوب است. ما 3 نوع بخش مکتب داریم. اصول رفتارگرایان، بسیار خوب. اصول رفتارگرایان یک مکتب است. اینا 3 بخش تقسیم میشه که یکی استادایی داریم که بی تفاوت است. مثلا شاگرد میبینی که موبایل کار میکنه در جریان صنف، گوشکی آهنگ گوش میکنه، یا که یک شاگرد دیگه بحث میکنه، گفتگو میکنه و استاد هیچ تفاوت هیچ احساس برزون نداره، کاملا بی تفاوت است. یک استاد داریم بسیار پرخاشگر یا قاطعانه عمل میکنه. مثلا اگر 2 شاگرد یک گپ زد بازی اونا را جزا میکنه، جزا میده و تنبیه میکنه. این اصول افراطگرایی است. ولی استادایی داریم که در بین از قرار داره، یعنی هم دوست است هم قاطعیت داره، در جایش قاطعیت داره. قاطعیت چرا باید استاد داشته باشه؟ باید استاد وقتی که قاطعیت می داشته باشه مسئولینش توقعی از این می داشته باشه که استاد وقتی که ما سوال جواب میدیم استاد ما رو تشویق بکنه. اگر مشکل می داشته باشیم استاد قاطعانه بر ما نی بگویه، یا مثلا به الفاظ دیگه نی گفتن از خود طریقه مختلف. بله.
ایتا نمیشه که یک شاگرد استاد شود در مورد یک چیز گپ بزنه و استاد برزو بگه که 100% گپت غلط. این از لحاظ پداگوژی درست است. خب استاد طریقی رو پیش بگیرم که نه قاطی هم ندارم عمل بکنه و نه بی‌تفاوت باشه. بسیار تشکر. با نکات ارزشمندی که شما اشاره کردین. خوب است که سوالات بعدی هم با شما داشته باشیم، اما در حال حاضر هموطنان خوب و مهربانم میریم و با هم یک جا بسته تصویری که همکارای خیلی خوبم از اختراع جناب استاد آماده ساخته با هم یک جا میبینیم. خیلی زود برمیگردیم، ما را فراموش نکنید. وطن درغیدو بیا آباد بکړي هیواد جنغشتي دی بچو هڅې پیل د جوړېدو دا وطن درغیدو بیا آباد بکړي هیواد جنغشتي دی بچو بیا آباد بکړي هیواد هڅې پیل د جوړېدو دا وطن درغیدو بیا آباد بکړي هیواد مټین غشتي دی دا وطن درغیدو بیا آباد بکړي هیواد مټین غشتي دی بچو. بله عزیزان دل، برگشتیم با شما هستیم در ادامه برنامه ابتکار. عزیزانی که تازه در جمع ما پیوستن، یک دنیا ممنون از نگاه های گرم و مهربانتان که تا این لحظه بیننده برنامه ما بودین. سپاسگزار از شما. ما در بسته تصویری مشاهده کردیم این که جناب استاد چی اختراعی زیبایی داشتن. حالا هم از خودشان بیشتر در مورد ویژگی هایشان، در مورد کارکردشان پرسان میکنیم. جناب استاد، ما بیننده ها مشاهده کردیم که شما یک ابتکار خیلی خوب داشتین. برای ما معلومات بدین که این وسیله‌ای که شما ساختین ماشین چوچه کشی درست است. از چه نوع وسایل ها استفاده کردین و چگونه ای را ساختین؟ اول انگیزش میخوایم بگیم که چی انگیزه باعث شد ما این ماشین چوچه کشی را بسازم. خیلی عالی. شما خبر دارین که ما استاد انستیتوت تکنولوژی افغان هستم. شاگردای من میگفتم که خودت چرا کتاب نداری؟ چرا کتابچه نداری؟ یا مثلا باز کسایش پرسان میکردم که چرا قلم نداری؟ بازش که چون ما یک استاد هستم در پلیزی که استاد هستم، یک دوستم کسان هستم. چقدر خوب. اونا گپ دل خود بر من میگفتن استاد میگفت پیسه ندارم. وی بر من یک دردآور بود که جوانی وطن چرا پیسه نداره، وطن باید پیسه داشته باشه که قلم و کتابچه و بالاخره نیازهای شخصی خود برآورده بسازه. بله. من شروع کردم با این کار که یک خدمت هم باشه و قیمتش پایین باشه تا که محصلین استفاده بتونه حداقل خرج مصرف شخصی خود بکشه، نیازهای شخصی خود مثل قلم و کتابچه و کورس های خود بتونه گرفتن. بالاخره خودم ماشین چوچه کشی به خود جور کردم. قبلا این کار به بازار عرضه کردم. از وسایل مختلف قبلا داشتم، حدوداً وسیله ندارم که نیاز مده او باشه و ما نداشته باشم. ورکشاپ دارم مکمل. ورکشاپ تقریبا 3 لک افغانی یا 3.5 لک افغانی بیشتر سرمایه گذاری شده و بالای ساختمان‌های مختلف و پروژه‌های مختلف وسایل برقی مختلف کار کردیم تا ای که این پروژه را رشد بدم و نظر خدمت به هموطن عزیز خود باشم. خب چه انگیزه خوبه به شما پیدا شد که را بسازین؟ حالا اگر در مورد کارکردش به ما بگوین که چگونه کار میکنه و چگونه ساختینش. بعض کسا یک جنس میفروشه و یک کس داریم که استفاده میکنه، یک کس داریم که تولید میکنه، یک کس داریم که طراحی میکنه. کسی که یک جنس طراحی میکنه فرق داره با اون کسی که یک جنس تولید میکنه یا کپی میکنه یا استفاده میکنه. بر من خیلی جالب بود بارای اول که باز مردم چون ناآشنا بودن بر من میگفتن که اینی ماشین این قسمتش مشکل داره. من پیش از اینکه ماشین بسازم 3 سال تحقیق کردم. بعد از 3 سال دانستم که یک ماشین موفق بسازم که در جریان چوچه کشی ما حدوداً 5 دوره که 5 ده تقریبا 1 سال میشه. 1 سال دیگه هم تحقیق علمی کردم، تحقیق عملی کردم. بعد از این دریافتم که ما باید وقتی که با بازار عرضه میکنم این ماشینا باید ویژگی داشته باشه که قبل نبوده باشه.
از ویژگی‌های مختلفش میتونم چند نمونه رو نام بگیرم. البته باید یادآور شوم که یک طرا یک چیز را طراحی میکنه که از لحاظ کیفیت بسیار مهم است، کیفیت بسیار بالا باشه، کم مصرف باشه و قیمتش پایین باشه. یک انجینیر وقتی که یک چیز را طراحی میکنه ایش مشخصه را باید داشته باشه. هرچقدر مشخصه گرافش بالا باشه به اون اندازه یک موفقیت که انجینیر یک طرا را نمایان میسازه. ما خوشبختانه این کار کردیم. آمدیم سر ویژگی ماشین. اولین ویژگی ماشین کیفیتش است. حدود از 80 الی 97% ما معمولا ایرا با مردم میگم که نتیجه بخشی داره. ضمانت میکنین دیگه برشان؟ بله. ضمانت میکنین برشان؟ ضمانت واره میگم ولی تضمین به خاطر از این میشه که تابع 3 چیز است. یکی خود مدیریت شخصم به رول داره و تخمای پرندگانی که استفاده میکنن رول داره. یعنی از خاطر 3 فاکتور است نمیتونم که تضمین میکنم، ولی کارکرد خود ماشین از 80 الی 90% است. مسئله دوم کم مصرف بودنش است. یعنی اگر مصرف بالبرقش اگر بسنجیم، ما میخوایم سوال بکنم از پیش شما که 24 ساعت اگر افغانستان برق داشته باشه، همین ماشینا به نظر شما چند افغانی در یک مصرف خواهد داشته باشه؟ حالا ماشینای یخچال و ماشینای جاری برقی ماشینا منظورتان است؟ ماشینای چوچکشی که ما ساختیم. ماشینای چوچکشی فکر کنم که در حد شاید 500 مصرف داشته باشه. با وجود امی یادآوری که شما کردین ما در بسته تصویری مشاهده کردیم. 500 افغانی. بله. پایین بین. 300 پایین بین. 200 درست است؟ پایین بین. یعنی اگر از این پایین باشه خب ما واقعا خودم علاقمند شدم که از یک دانه در خانه خیلی بگیرم جناب استاد. پایین بین. 100 روپیه خیلی درست است؟ پایین بین. در ماه 50 بله. یادآوری بکنم که در ماه 50 افغانی هم شاید نبی. البته می ماشینی که شما تصویرش با مردم ویدیوش چطور جناب استاد اگر کم ساده تر تشریح بکنی که تکنیکی مصرفش 40 وات است. ماکسیمم مصرفش واتیج ما یک فرمول داریم از لحاظ تکنیک برق که میشه که محاسبه هم بکنیم. ما مشترکین خود که میان از لحاظ مصرفش میگیم ما تضمین میکنیم. بسیار خوب. چرا تضمین میکنیم؟ باز برشون محاسبه میکنیم. باز مردم میگن که یک ماشین چوچکشی یا یک جاری برقی یا هر چیزی که از کمپانی که 200 وات مصرف داره در لیول ورش میزنه 80 وات. حالا که او 200 وات مصرف داره میگر وقتی که محاسبه شه و ولتاژ جریان مقاومت محاسبه شه بالاخره باز بدون محاسبه ما شما مو مولتی میتر که پیشتر به شما یادآوری کردم او تعیین میکنه که یک مصرف کننده برقی چقدر واتیج یا انرژی برق مصرف میکنه. او اثبات میشه. یعنی خیلی کم مصرف است. حدود 40 وات یک دو گروه 20 وات که چقدر مصرف داره اینقدر مصرف داره. این مورد مصرفش خیلی کم مصرف است. ویژگی سومش که هست که بسیار مهم است، طراحی را بنده فقیر پیش شما قرار داره این کار کردن که مسئله اتومات بودن برق به بطری و از بطری به برق است. یعنی چی؟ بارها مشکلات بر ما پیش میشد که من مثلا که شما هستم در خانه باز کسا فکرش میشه باز کسا فکرش نمیشه. فکرش خود درست. اویی که فکرش نمیشه برق رفت، اگه فکرش نشه نیست کسی که چنگکای زیر بگیری در بطری وصل بکنه. پس وقتی که ما میامدم سعی میکنم تخم همه خراب است. یا شو 10 بجه خواب میکردم 11 بجه شو برقا میرفت. من خواب بودم که برقا میرفت. صبح که میرفتم سعی کردم که ماشین گل است و برقام نیست و تخم همش خراب شد. گفتم که باید یک راه برزی سنجیده شد. با استفاده از رشته برق که ما گفتم استفاده وسیع داره کار کردم که این سیستم اتومات بسازم. یعنی وقتی که برقا میباشه از برق استفاده میکنه، وقتی که برقا میره از بطری خودش به شکل اتوماتیک. و خوبی دیگه‌ای است که از بطری وقتی که استفاده میکنن برقا نیست. وقتی دوباره برقا می از بطری خودم میکشن با برق وصل میکنن. چرا؟ وقتی از یک روز 2 روز ابر میباشه، سولار نیست، برقام نیست، ابرام است، بطریام کم چارج نشه، از خود از بطری خودم میکشه و در برق استفاده میکنه. ماشین یک چیزی که نیاز داره به خاطر اینکه برقا میره در برق افغانستان اعتبار نیست. وقتی که برقا میره یک گونه چیزی که نیاز داره بطری نیاز داره. یک بطری 100 امپیر کافی است. و
بیتری چارجر که یا سولار باشه یا بیتری چارجر برقی باشه که بیتری چارج کنه. دیگه هیچ چیز دیگه نیاز نیست. هوایش چقدر باید باشه؟ امو اکسیژنی که در داخل داره و امو هوای گرم و سردش چقدر باید باشه؟ میایم ان شاء الله دونه دونه برش میپردازم. درست است. این دیگه چیز نیاز نداره. فقط چیزی که نیاز داره تخم باید نطفه دار باشه. خیلی مهم است. یعنی خرازی میگن باشه. اصطلاح عامیانه مردم یعنی خاکی نباشه. باید نطفه دار باشه. یعنی خروس در بین گله وجود داشته باشه. خب ما اینا مثلا در خانه در دهات را فرض میکنیم. در همین کابل ما هم هست. زمانی که یک نفر یک مرغ دار هست 5 تا مرغ ماکیان داره، 1 تا خروس. منظورتان همین است دیگه. از این تخم بگیریم در ماشین بگذاریم بعد تبدیل به چوچه میشه. یعنی اولی که یک سوی تفاهم بین مردم که اگر خروس نباشه میگه مرغ تخم نمیته. نه یعنی این تخمای خارجی نمیشه دیگه جناب استاد. تخم ماکیان شوه. شرط می است که باید نطفه دار باشه. یعنی خروس در بین گله وجود داشته. در هر نسل که می باشه، در هر پرنده که می باشه باید خروس وجود داشته باشه. مثلا در مرغ امو نسبت ماکیان و خروس 1 و 7 است. یعنی 1 خروس 7 ماکیان استانداردش است. اگر 5 ماکیان باشه خوب است، اگر 8 ماکیان باشه خوب است. هر چقدر تعداد ماکیان بلند شده میره نطفه خروس ضعیف شده میره. پس بنابراین 1 و 7 نسبتش مناسب است. یعنی تخم هر نوع تخم شما میتونید بانید، ولی شرطش این است که خرازی باشه و تغذیه مناسب داشته باشه. خیلی معیارهای دیگه است. سنش تاثیر داره. مثلا تغذیه که میشن خروس ممکنی تاثیر داره. هوایی که میشن برشان اکسیژن دهیشان، خود نظافت و محیط فارم بسیار مهم است. بسیار فاکتورایی است که بالای تخم تاثیرگذاری می داشته باشه تا اینکه تخم کیفیت نطفه بلند باشه. بسیار خوب. حالا یک موضوعی که برشان مبهم مانده، همین قیمتایش است جناب استاد. قیمتایش اگر بر ما میشه که بگوین، به بیننده ها هم بگوین چقدر قیمت زیر شما گذاشتین بالای همین ماشینتان و آیا از نظر حجم هم تفاوت داره یا خیر؟ قیمتایشان از 5000 افغانی شروع میشه. بسیار خوب. تا 500 تایی که 35000 افغانی قیمت داره. حالا می 5000 افغانی چند دانه تخم در خود میتونه جای گزین شود؟ 2 قسم داریم. یکی که اتومات است، چرخش اتومات. تخم‌ها به شکل اتومات چرخش میخوره. این ماشینی که شما دیدین 54 تخم میگیره و این چرخش اتومات است. یعنی موتور است، قید یک ریلی شده که این موتور چرخ میته. بالاخره این قیمت های از اینا 8500 9000 افغانی است. بسیار تشکر جناب استاد. خوشحال شدیم که امشب خودتان در برنامه داشتیم و خیلی نقاط ارزشمندی را شما اشاره کردین درباره خودمی ماشینتان. موفقیت های هرچی بیشترتان خواهان هستیم. امیدوار هستم که در آینده ما شاهد ابتکارات بیشتر شما باشیم. اگر حرف و پیام گفتنی باشه، کامراهای تلویزیون معارف در خدمت شماست. سلامت باشین. تشکر از دعوتتان که بنده را دعوت کردین، لایق دیدین. سلامتیتون رو میخوایم. موفق باشین و پیام گفتین. پیام ما به جوانای عزیز است که جوانای عزیز زحمت بکشین، تلاش بکنین. وقت رسیده که این وطن، این مردم به جوان، طبقه جوان نیاز داره. طبقه جوان باید از هر لحاظ کوشا باشه تا اینکه مظهر خدمت به هموطنایش و کشورش قرار بگیره. باز هم سپاسگزار از شما. هموطنان خوب و مهربانم، از شما هم قلباً سپاسگزاری میکنم. داشته های برنامه ما همین قدر بود. تا هفته بعد که من امین سلطانی در خدمت شما قرار میگیرم. اگر شما هم ابتکار دارین، نوآوری دارین، شماره واتساپ برنامه ما در روی اسکرین تلویزیونتان ظاهر شده. پیام بگذارین. همکاران خوب ما هست، با شما هماهنگی میکنه، شما را جزء از برنامه ابتکار میسازه. ما هم رفتم تا هفته بعد اگر عمر باقی بود با افتخار در خدمت شما قرار میگیریم. متوجه خودتان باشین، قدر والدینتان را بدانین، از وقتتان خوب استفاده بکنین. خدا حافظ ناصرتان.